من رحیم من میخوام این کلیپ رو بفرستم برای شما که پخش کنه، یعنی وجدانن پخش کنه. واقعیت داره، تمام دنیا متفق شده توی تمام زندان من میشناسم. الان 23 سال انده که به زندان، نه که 23 سال انده که بکنه مثل خارج از سال 2 سال حساب میشم. من تو بعد 11 سال خوب بیرون ندیدم، دارو نظافت خورد و بیگناه بود و بدون هیچی مدت 15 سال حبس سری اول 15 سال حبس داده بدون یک معشوله، بدون هیچی. تو 1 سال قبل از این تریاک فروخته، کمیته بود، کمیته جمهوری اسلامی دوره امام خمینی، 3 روز بعد از مرگ امام خمینی. بعد مدت 15 سال حبس 3 سال عمر همونجوری بدون هیچ چیزی رو حکم اعدام نگه داشتن که بخواستم میره اعدام کنم بدون هیچی. بعد کشیدم و 711 سال خورده کشیدم. اون دورم 3 میلیون جریمه داشتم که اون مردم خیرات دادن، میره آزاد کردن. بعد روانی شدم تو کو دشت و اینا، پیاده میرفت تو پالا، همیشه که تمام مردم میشناختم، پیاده میرفت. یک روزی شد که بعد اومد به پشت سربیشه بیرجان، اونجا همه که یادم نیست چون قرص میخورد و روانی بود. اونجا 200 استان چی میگن؟ خراسان جنوبی. اونجا 213 کیلو تریاک توی اون بیابونا گیری کشیدم. دیگه من دیوانه پارلخت که نه پینر برای من بود و نه هیچی. لخت بدبخت دیوانه که پیاده تو خیابونا و بیابونا راه میرفتم، من بردن شکنجه و تدسلو و آویزون و بدبختی و بزن و جوجه کباب و فلان و جوجه کباب. میدونه که چی جوجه کباب میدن؟ اینجوری میله میبستن دست و پاها من، میله از اینجا به در میکردن جوجه کباب میدن که حتی شیر مادر خوره که من میدونستم برده قبرستون اطراف میکردن که دور از دور خور کسید میکردم. همون جورم که ناق بودم چیز قبول نکردم، حتی اثر انگوشتم نزدم که هنوز فرمانده من اگه کسی باشه بازرسی کنم میگه جمهوری اسلامیه، ما فرماندار بازرسی بینه تو فرمانده می انگوشت نیا حکمم انگوشت نزدم، دادم بابه عباد و 60 میلیون و 300 هزار تومن جریمه. از به بدبختی دیوانه تو آباد داده با 60 میلیون و 300 جریمه تو چیه؟ جمهوری اسلامی جوری که بامه. الان 20 سال خورده زندانم، سالگرده را حساب کنم 24 سال میشه. هنوزم که هنوزم حق بامه نخورده. یک روز رفتم توی دفتر قضایی بیرجان، گفتم حقی که نخوردم، زدن کامپیوتر گفتم نه. گفتم نگاه کنی که توی شکم مادر که حق نخوردم. بعد دیدم هم رئیس دفتر قضایی زنگ زد به اون سربازی که ما زیر دست و کار میکرده، گویی تردد نداشته یا آقا را ببرینه توی سویله دجا کنه. که بعد من گفتم من میرم جای حفاظت. بعد من دیدم زنگ زد 2 مرتبه بخشید. من آدم بدبخته، مثلا رهبر ایران بینه تو تلویزیون مردمه که نمیدونن کسخولم بلا نسبت فکر مینه که رهبر عب داده ایران. نه بابا، او 1301 ماده داره که به یکی نمیخوره. این همه دروغ آپ نمیخوره با کسی، دروغ. بعد من 4 تا سر و علاج دارم، یکی از اعصاب که 99%،
بعد دست راستمه پای راستمه شکست. بعد شکنجه‌ای که به زده بودن کمرمه زدن نگاه کن شکستن کمرمه که بعد عمل کردم دکتر جلال احمدی. جلال میگه که 2 مرتبه من پرک شدم دیگه امیدی که سر پا وایسم ندارم اگه بستم. بعد قند خونم که دارم اما انسوری میزنم انسوری همه بیاد انسوری همه بیاد سویزه هم قرص قند میخورم دیگه مغز نمونده. اینا که میلیارده آدم زیر چشمه خود گناه و بیگناه اعدام کرده. من ناصر کرتک محکوم دادگاه سربیشه استان خراسان جنوبی من تو محکوم دادگاه سربیشم. اگر میشم من که آزاد نمینم خواهشم بگو من اعدام کنم. من چون نه الان کنیز عبادم و ایجوری هم بعد من جریمه از کجا بدم من که نون خوردن ندارم. من 6 سالی که 12 ماه من رنگ بود یک تخم مرغ ندیدم بخورم تو خانواده. ما آدم بدبختیم. بگو رسیدگی کنن در باره پرونده من بخواهن یا من اعدام کنم مثل همی آدم ها جونایی که اعدام کردن. من که جونی من گذشتم توی زنده پیلی هم گذشتم توی زنده دیگه من اعدام کنه بیتره راحت که خانوادم راحت که چند دفعه ادعا خودکشی کردم میگه مرتدی اما اعدام کنه اینه که از آدم کشتم بعد اینا نمیایم منو اعدام کنم. ما از رضا خدای مردم به داد مردم برسه. این مردم که زندان نه قاچاق فروشه اصلی نیست اونا آزاد میگردن. آدم های مثل من بدبخت که چیز ندارن چیز دارن اونا همچون حکمای داده و عرقی میگن. مثلا ما روزه اعلام منه 1 ماه مرخصی عید نوروز 1 ماه مرخصی میگه جنس اونده من چی بوده کدو جنس از من گرفته تو بیابون 213 کیلو تریاک گرفته. این تریاک از کی بوده چرا از بعد صاحب تریاک نزده چرا با گردن من بدبخت انداخته با 4 تا سربویرات که آقا خامنه ای گفته 1 سربویرات که اشتباهی آزاده چرا من 4 تا سربویرات دارم یکی از من نمیپرسم جرات نمینم برم با مسئولین صحبت کنم میان چای میخورن غذا میخورن روزی که تیر میرن ساعت کاری دعوا بزنن بعد اون بخو بلند میشه میرن خونه خود درد مردم نمیخورن رسیدگی با مردم نمینن حرف میزنی میگن آبادی ای از خدا بترسی من اگر آزاد نمینه بگو من اعدام کنم.